والا حضرت سردار محمد داوود خان صدر اعظم افغانستان به اتفاق همسرشان والا حضرت شاه دخ زینب و سایر همراهان وارد تهران می شوند و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال والا حضرت شاهپور عبدالرضا پهلوی، جناب آقای دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر، آقای آرام وزیر امور خارجه و عده‌ای دیگر از رجال ایرانی و نمایندگان سیاسی خارجی قرار می گیرند. سوز دلم در سخن آید هنوز، آتش از سوز دلم در سخن آید هنوز، واز گداز سینه‌ام روی وطن آید هنوز، واز گداز سینه‌ام روی وطن آید هنوز. آتش از سوز دلم در سخن آید هنوز، آتش از سوز دلم در سخن آید هنوز، واز گداز سینه‌ام روی وطن آید هنوز، واز گداز سینه‌ام روی وطن آید هنوز. سینه میهن پرستان مظهر عشق خداست، سینه میهن پرستان مظهر عشق خداست، ناله توحید زین نای کهن آید هنوز، ناله توحید زین نای کهن آید هنوز، واز گداز سینه‌ام روی وطن آید هنوز، واز گداز سینه‌ام روی وطن آید هنوز. آید او هشدار کسی لاب خشم و انتقام، آید او هشدار کسی لاب خشم و انتقام، نعره های پرخروش مرد و زن آید هنوز، نعره های پرخروش مرد و زن آید هنوز، واز گداز سینه‌ام روی وطن آید هنوز، واز گداز سینه‌ام روی وطن. آتش از سوز دلم در سخن آید هنوز، آتش از سوز دلم در سخن آید هنوز، واز گداز سینه‌ام روی وطن آید هنوز، واز گداز سینه‌ام روی وطن آید هنوز. در شبستان از دل کو پایه های خربخون، در شبستان از دل کو پایه های خربخون، انعکاس شیشه های کهن آید هنوز، انعکاس شیشه های کهن آید هنوز، واز گداز سینه‌ام روی وطن آید هنوز، واز گداز سینه‌ام روی وطن آید هنوز. آتش از سوز دلم در سوختن آید هنوز، آتش از سوز دلم در سوختن آید هنوز، واز گداز سینه‌ام روی وطن آید هنوز، واز گداز سینه‌ام روی وطن آید هنوز، نعره های